افسانه طبسیان، روان درمانگر، آخرین سخنران امروز. بله، آخرین سخنران ایشون نیستن. بعد از خانم طبسیان خانم دکتر عرب یک نتیجه گیری کلی خواهند داشت. سرکار خانم طبسیان به موضوع مهم زندگی در سایه آرامش می‌پردازند. ایشان با اخذ مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه واشنگتن دی سی در سال 1986 و سوابق متعدد ایشان در روان درمانگری و تمرکز و تبحر خاص در موضوع عرفانی از دیگر تجربیات ایشان می باشد که از سالهای قبل تا کنون ادامه دارد. مرغ دلم باز پریدن گرفت، طوطی جان بند چریدن. تا من آماده میشم یه چند تا نفس عمیق و صحیح بکشید. هم شما خستگیتون در بره، هم من یکمی آروم بگیرم. آقای دادادیان این باید صحبت کردن 20 دقیقه سخته، به من 15 دقیقه وقت دادن و من قراره که 15 دقیقه راجع به زندگی در سایه آرامش صحبت کنم. یکم دلتون حرف میزنم، خیلی عامیانه. زندگی در سایه آرامش چیزیه که امروز به من دادم. زندگی در سایه کدوم آرامش؟ کار، بچه، مسائل مالی، فامیل، مهاجرت، دوری از وطن، پیری، بیماری، مرگ. کدوم آرامش؟ از خیلی چیزا در زندگی مطمئن نیستم، اما از این مطمئنم که استرس قسمت طبیعی از زندگی منه. استرس میتونه تجربه منفی نباشه. عزیزان اشاره کردن وقتی که استرس رو تجربه میکنم و از اون به طور مثبتی در زندگیم استفاده میکنم، عالی، من بر استرسم غلبه کردم. اما وقتی که استرس تمام زندگی منو در بر گرفت، چی؟ اون وقت باید چه کار کنم؟ از عزیزان متخصص شنیدم که بدنم بیمار میشه، سلامتیم به خطر میفته، روابطم مختل میشه، تمرکزم از دست میدم، تصمیمای نادرست برای زندگی میگیرم، خوابم مختل میشه و کلا کیفیت زندگیم پایین میاد. حالا به جای زندگی در بهشت، زندگی در جهنم رو انتخاب کردم. حالا به جای داشتن یک زندگی آروم، در وحشت زندگی میکنم. مقابله صحیح با استرس یک ارتش قوی قبل از حمله میخواد. یک بدن سالم، یک روح سالم و افکار سالم. اگر صدها مورد استرس‌زا در زندگی وجود داشته باشه، هزاران راه مقابله با اون هم وجود داره. عزیزان متخصص تعدادی از اونها رو گوشزد کردن، به خاطر کثرت وقت اینا رو فقط رد میکنم. اغلب ما همه این راه ها رو بارها و بارها شنیدیم، ولی بازم استرس رو تجربه میکنیم. چرا؟ زندگی پر از انتخابه. اگر همه این اطلاعات رو داریم، حدس من اینه که انتخاب نکردیم مومنانه اونا رو دنبال کنیم. کار ساده ای نیست، همونطور که آقای دکتر گفتن کار ساده ای نیست، ولی قطعا ارزش زحمتش رو داره. زندگی با آرامش، با پشتکار حتما به دست آوردنیه. ولی این شما هستید، نه فامیل، نه من، نه هیچ کتابی، نه هیچ سمیناری. شمایی که باید رهایی از استرس رو انتخاب کنید. خواهش میکنم برای خودتون، برای سلامتی جسمی و روحیتون این انتخاب رو بکنید. انتخاب کنید که از راه‌های مناسب با استرس استفاده، برای مبارزه با استرس استفاده کنید.
انتخاب صحیح کنید. برای هر کدوممون فرق میکنه، ساختار روحی و جسمیمون متفاوته. برای من اون راههایی که کار میکنه ممکنه برای شما کار نکنه. راهها رو خودتون انتخاب کنید، انتخاب سالم کنید. سیگار کشیدن، پرخوری، خرید رفتن، خواب بیش از حد، پرخاش کردن، استرس رو انتقال دادن ممکنه موقتی کار کنه ولی در دراز مدت باعث آسیب بیشتری میشه. مکرراً آرامش رو برای استرس انتخاب کنید. امروز از اینجا نرید بگید امروز تصمیم گرفتم که دیگه توی زندگیم استرس نداشته باشم. امکان نداره، زندگی طبیعی پر از استرسه. هر روز انتخاب کنید و هر بار که یک ماجرای استرسایی خودشو نشون میده آرامش رو انتخاب کنید. شدنیه. گرایش من در زمینه روانشناسی عرفانیه. لیست من کمی با لیست عزیزان دیگه فرق میکنه. چند تا از راههایی که من به اونها اعتقاد دارم رو صفحه گذاشتم. اولیش تنفسه. تنفس برای همه ماها که میخوایم راههای درستی رو برای مقابله با استرس پیشنهاد کنیم شاید جز اولین چیزا باشه. به طور معمول ما در دقیقه 9 تا 14 نفس میکشیم. وقتی استرس رو تجربه میکنیم بین 20 تا 70 نفس میکشیم. اما وقتی که مدیتیشن رو تجربه میکنیم میتونیم این تعداد رو به 3 تا 4 تا کاهش بدیم. چیز دیگه ای که واقعا من بهش ایمان دارم توکل ایمانه. توکل ایمان به من این احساس میده که به یه چیزی بزرگتر و بالاتر از خودم وصله. به من احساس امنیت میده، به من این فکر رو میده و این باور میده که دنیا جای امنیه. به من اینو نشون میده که همه چیز حل شدنیه. به من پذیرش رو یاد میده، عشق ورزی به هر آنچه هست. این معنیش این نیست که بی تفاوت میشینم و اتفاقای زندگی بر من میفته و من هیچ کاری راجبش نمیکنم. معنیش اینه که من در پذیرش اتفاقی برام میفته و در آرامشی که در این پذیرش پیدا میکنم که تصمیمات درستی برای زندگی میگیرم. دیگری شکرگزاریه. شکرگزاری خیلی برای من و برای کارم مهمه. برای هر اتفاق ناگوار یا سختی که تو زندگیتون اتفاق میفته که باعث استرس میشه میتونید صدها مورد پیدا کنید که میتونید شکرگزارش باشید. صبحتون رو با شکرگزاری شروع کنید. هر وقت که مورد استرسایی میاد یا یه فکر ناراحت کننده براتون پیش میاد دوباره یادآوری کنید چه چیزایی خوبی تو زندگیتون وجود داره. تمرین میخواد ولی شدنیه. در لحظه زندگی کنید، نه در ویروس‌های پر از ناراحتی و ای کاش و خاطرات سخت، اما و نه در فرداهای چه خواهد شد. هیچ کدومشون کار نمیکنه. در لحظه زندگی کردن بیشترین آرامش رو به شما میده. بیشتر توضیح خواهم داد. رها کردن داستانهای زندگی که دردناکن. اتفاق افتاده، کارش نمیتونم بکنم. حالا فقط باید افکارم رو اصلاح کنم. در نتیجه موضوع بعدی اصلاح افکارمه. دنیایی که تجربه میکنم انعکاسی از افکار من. دنیا رو اگه نمیتونم عوض کنم، افکارم رو میتونم عوض کنم. دیگری با خود و دیگران مهربان بودنه. اون چیزی که از دنیا میخوام و اون چیزی که از همه کسایی که تو زندگیم هستن میخوام، اول خودم باید به خودم بدم. اینو خیلی میشنویم، ولی اگه میخوام که دیگران با من با مهربانی صحبت کنن، اول از همه من توی فکر خودم باید با مهربانی با خودم صحبت کنم. من باید با دیگران مهربان صحبت کنم. هر چیزی که برای خودم میخوام، مهربون بودن با خودم و دیگران، هر چیزی که برای خودم میخوام باید برای دیگرانم بخوام. و باز به خاطر اینکه گرایش من روانشناسی عرفانیه، بخشش خودم، بخشش روزگار، بخشش پدر و مادرم، بخشش دوستانم، بعضی اوقات حتی بخشش خدا. از تمام ابزارهایی که در کارم استفاده میکنم 3 تا رو به خصوص خیلی دوست دارم. یکیش تنفس عمیق و صحیحه که آرامش رو به همراه میاره. اگه امتحانش کرده باشید میبینید وقتی چند تا نفس صحیح و عمیق میکشید، نه نفسهای سطحی که بهش عادت داریم توی اینجا. نفس عمیق یعنی نفسی رو که
از دماغتون میدین تو شکمتون چند لحظه نگهش میدارید و بعد با صدای بلند یا با بازدم بلند اون رو بیرون میدید. راه دیگه‌ای که دوست دارم، ابزار دیگه‌ای که برای کارم دوست دارم، مایندفولنس مدیتیشنه که آقای دکتر یه تذکر کوتاهی روش دادن. مایندفولنس مدیتیشن کاری که میکنه اینه که منو محکم در لحظه حال جا میده. سومین روشی که باز اینجا گذاشتم، روشی به اسم کار که افکاری رو که داستانهایی رو که برای شما ایجاد استرس میکنن زیر سوال میبره. کاری از بایرون کیتی که کوتاه دوباره راجبش صحبت خواهم کرد. همشون کار میکنن ولی فقط باید بخواین و اجازه بدین کار بکنن. بدون خواست شما و بدون زحمت شما امکان پذیر نیست. قرص نیست که بخورین و اتفاق بیفته. اینا رو باید مکررن تو زندگیتون تمرین کنین. ولی علت این ابزار رو انقدر دوست دارم اینه که همیشه در دسترسمه. نفس همیشه در دسترسمه. ماجرای استرس اتفاق میفته، با چند نفس میتونم خودم رو آروم کنم و بعد تصمیمات بعدی رو بگیرم. مدیتیشن معنیش این نیست که توی اتاق خلوت تاریک باشم با موسیقی، حالا بعدا راجبش صحبت خواهم کرد. هر لحظه در دسترس منه و کار زیر سوال بردن افکارم همیشه در دسترسمه. با اجازه پدرم یه داستانی میخوام باهاتون شریک شم. پدرم خیلی دوست دارم. یه مردی 78 ساله، پزشک معروف و معتبر و خوبیه در ایران. زندگی خیلی خوبی داشته. 4 تا بچه سالم داره. 10 تا نوه داره که عاشقانه دوستش دارن. مریضاش و فامیل مثل خدا بهش نگاه میکنن. از این بالا. یک دنیا ممنون. مرسی. دنیا رو گشته، سالم زندگی کرده، خوب خورده، ورزش کرده، سیگار نکشیده، مشروب نخورده. یک زندگی فوق‌العاده راحتی داشته. بعضی اوقات من بهش میگم در طول زندگی که داشتی انگار 10 بار زندگی کردی، اینقدر زندگیش پره. اما پدر من با وجود همه اینا هنوز استرس و اضطراب رو تجربه میکنه و بعضی اوقات این استرس و اضطراب رو به اطرافیانش منتقل میکنه. چرا؟ این نیست که پدر من اطلاعات کافی در رابطه با راه‌های مقابله با استرس نداره یا اینکه کسی مثل من پیشنهادات بهتری بهش نداده، بلکه تصمیمی که به احتمال قوی پدرم در این لحظات استرس‌زا گرفته اینه که تنفس درست رو فراموش کرده. تنفس درست به غیر از تمام فوایدی که برای بدن و مغز من داره باعث میشه که من در بدنی که هستم روی این زمین در این لحظه یه ثباتی رو احساس کنم. در مقدمه گلستان سعدی اولین نعمت خداوندی که سعدی سپاسش رو میگه نفسه. هر نفسی که فرو میرود ممد حیات است و چون برمیآید مفرح زاد. ولی گفتم اغلب ما تنفس صحیح رو یاد نگرفتیم. در لحظاتی که پدر من استرس رو تجربه میکنه به احتمال قوی لحظه حال رو ترک گفته. با داستانهای گذشته دوباره غم و اندوه رو تجربه میکنه و با نگرانی‌های آینده اضطراب رو. اگه به من یه جیره‌ای در روز داده باشن، فرض کنیم 100 تومان، به من میگن این 100 تومان رو تو میتونی برای امروز خرج کنی. آیا این 100 تومان رو من 80 تومنش رو برای دیروزا خرج میکنم، روزایی که گذشته و بر نمیگرده یا فرداهایی که اتفاق نیفتاده، یا سعی میکنم حداکثرش رو برای امروز استفاده کنم؟ امیدوارم انتخاب کنیم که حداکثرش رو برای امروز انتخاب کنیم. ولی در اون لحظاتی که پدر من استرس رو تجربه میکنه در گذشته ها سفر میکنه یا در آینده است. پدر من داستانایی رو که ساخته مکرراً تعریف میکنه و باور میکنه. راجع به داستان‌ها کمی اگه وقت داشته باشم براتون توضیح میدم. در لحظاتی که پدر استرس رو تجربه میکنه به احتمال قوی بخشش 100% رو تجربه نکرده. بخشش باید 100% باشه تا کار کنه. 80% فایده نداره، 50% فایده نداره. باید 100% باشه. مثالش پدر من وقتی که یادش میفته که من تو زندگی با عنوان دخترش دچار اشتباهاتی شدم، دچار استرس میشه. داستانهای گذشته رو مرور میکنه و اضطراب پیدا میکنه و دوباره ناراحت میشه. مغزش متوجه نیست که این خاطره مال 20 سال پیش یا 30 سال پیش یا 10 سال پیشه. آنچنان استرس رو تجربه میکنه که انگار امروز اتفاق افتاده. پدر منو بخشیده برای اشتباهاتم ولی نه 100%.